سلام و عرض ادب. یه مشکلی که شما 230 سواره عزیزمون خیلی دایرکت به ما میدید بابت ضعف نور پروژکتورتونه یا سوختن مداوم لامپ‌های پروژکتورتونه. ما این مشکل رو براتون حل کردیم، محصولی تولید کردیم که دوست دارم آنباکسش کنیم و توضیحات لازم رو رو خود جنس براتون بدم. پروژکتور لنزدار 206. این محصول علاوه بر اینکه لنز داره و خط کات بهتون میده، نئون دوره شبیه همون دیلایت داره که سیم کشی به صورت فابریک نصب شده. شما برای نصب پروژکتور نئوندارتون به صورت فابریک پیچ رو میتونید باز کنید فابریکی و این پروژکتور به صورت فابریک نصب میشه. سیم چراغ کوچیک برای نئون داره که وصل میشه به چراغ کوچیکاتون. برای خود لنز هم ما ترانس طبیعی کردیم که جلوگیری میکنن نوسان برق و سوختن خود لنز. داخل کارم بهتون توضیح بدم. این پروژکتور هدلایت فابریک داره، هدلایت فهمدار فابریک، یعنی نیازی نیست که شما دیگه لامپ یا از هدلایت استفاده کنید. مستقیم با نصب 2 تا سیم کامل میتونید از پروژکتورتون و نور شبتون لذت ببرید. بریم برای تست محصولمون، پروژکتور لنزدار نئوندار 206. برای چراغ کوچیک همونجوری که توضیح دادم 2 تا سیم ما داریم، یه مشکی قرمز که به صورت منفی مثبت وصل میشه به چراغ کوچیک ماشین. قسمت نورده‌ای نئونتون دیلایت روز یا شب که میتونید هر دو رو استفاده کنید. قسمت پروژکتورتون هم براتون تست میگیریم با نور خطی بدون مشکل ضعف نور. سوکت خود فابریک پروژکتورتون رو میتونید وصل کنید به جا سوکتی که این قسمت پشت پروژکتور به صورت فابریک داره. پرتاب نور فوق العاده خطی و عالی برای پروژکتورتون. ممنون که ما رو دنبال میکنید.